فصل 2/11 الکتریسیته جاری مقاومت معادل. خب بریم ببینیم مقاومت معادل چیه، چیکارا میکنه، چه جوریه اینا. مقاومت معادل کلا مقاومت معادل یعنی چی؟ یعنی تبدیل چند مقاومت به یه مقاومت. مثلا من اینجا یه مقاومت اینجوری دارم، یکی اینجوری، حالا این دوتا با موازی هستن، بعد با یه مقاومت سری میشه. حالا اینا رو میگم، یعنی این مقاومت، این چند مقاومت تبدیل میشن به یه مقاومت به این شکل. یعنی اثری که این چند مقاومت میذارن برابری میکنه با اثری که همین یه مقاومت میذاره. این میشه مقاومت معادل. این مفهوم مقاومت معادل. تموم شد. حالا میخوام مقاومت معادل حساب کنیم. اول باید یه چیزی رو بدونی، ارتباط بین مقاومت ها. همین. حالا این ارتباط سه نوع ارتباط میشه دیگه. سه نوع ارتباط یعنی چی؟ یا موازی هن. حالا اول بذار سری رو بنویسم. یا سری هن، یا موازی هن، یا هیچ ارتباطی ندارن. ارتباطی ندارن یعنی چی؟ یعنی هیچ ارتباطی ندارن. خب چه به درد ما میخوره؟ هیچ به درد ما نمیخوره. یعنی اینو میذارم کنار. میریم سراغ سری و موازی. باید دنبال سری ها و موازی ها بگردیم. اونا رو پیدا میکنیم. سری ها حالا یه جوری مقاومت معادلشون حساب میشه، موازی هم یه جوری حساب میشه. اینا رو با هم حساب میکنیم و مقاومت معادل رو به دست میاریم. حالا چه جوری؟ مثلا فرض کن من اول سری ها رو بگم. خودم اینجا میام مینویسم. سری ها یعنی پشت سر هم مقاومت معادلشون، بهشون متوالی هم میگن. اینجوری مقاومت میدونیم که با آر نشون میدن دیگه. اینو با RT هم نشون میدن. این آر توتال مقاومت معادل. خود مقاومتی که با آر نشون میدن. این میشه R1، این میشه R2، این میشه R3. فرض کنیم سه تا مقاومت سری پشت سر هم، یعنی متوالی. این متوالی هم میگه، اینجا بنویسم متوالی. خب سه تا مقاومت پشت سر هم باشن، به هم چسبیده باشن، میشه متوالی. یعنی یه سرشون به هم وصل شده باشه این شکلی. اینا یه سرشون به هم وصل شده. نگاه کنید، اینا یه سرشون به هم وصل شده. حالا بریم موازی ها. موازی ها چه شکلی هست؟ این خطی کم بد شد. موازی ها چه شکلی هست؟ موازی ها این شکلی هست. اینا دو دستشون به هم وصله. یعنی دو سمت این سیما رو میبینید، دو سر سیم به هم وصله. اینا میشه مقاومت موازی که میشه R1، R2 و R3 به این شکل. پس این شد مقاومت متوالی یا سری، این شد مقاومت موازی. حالا چجوری معادلشون حساب کنیم؟ خب این میشه آر توتال من مینویسم، جمعشون میشه معادلشون. خیلی راحت. R1 به علاوه R2 به علاوه R3. موازی ها چجوریه؟ موازی ها میخوام بنویسم، خیلی راحت. اونم خیلی راحت. یا دو به دو با هم میگیری مقاومت معادل، مثلا R1 و R2 رو حساب میکنی، بعد اون مقاومت معادل رو میای با R3 حساب میکنی. یا میتونی یهو بگیری. مثلا یعنی چی؟ بزرگشون فرض کنیم مقاومت R1 بزرگترین مقاومت بین R1 و R2 و R3 بزرگترین R1. اوکی. خب R1 رو میذارم توی صورت کسر. حالا مخرجش رو مینویسم R1 یه بار تقسیم بر خودش به علاوه R1 یه بار تقسیم بر R2 به علاوه R1 یه بار تقسیم بر R3. این میشه مقاومت معادلشون حساب میشه. به همین راحت. یا میتونی دو به دو بگیری. دو به دو چجوریه؟ دو به دو همون ضربشون به جمعشون بود. خیلی راحت. ضربشون به تقسیم بر جمعشون. حالا یعنی چی؟ یعنی یه بار میگیری R1 ضرب R2 بر روی R1 به علاوه R2. این فرض کن جوابش بیاد R1 و 2، یعنی معادل مقاومت 1 و 2. حالا این خودش بعد چی میشه؟ با R3 دوباره میره موازی میشه دیگه. میشه R1 و 2 موازی شده دیگه، دوباره ضربشون به جمعشون. R3 تقسیم بر، اینجا بنویسم R1 و 2 ضرب در R3 تقسیم بر R1 و 2 به علاوه R3. این هم شد معادل سریا و موازیا
نحوه حساب کردنشون، نحوه محاسبهشون. خب الان بریم سراغ چی؟ بریم سراغ این که چجوری معادل حساب کنیم تو مدار. اول کلا برای اینکه ما بتونیم معادل حساب کنیم، یه روشی که خیلی راحت با عدد گذاری کنیم، با حروف خیلی راحت میری چیکار میکنی؟ معادل حساب میکنی. حالا چجوری حساب میکنی؟ به ترتیب گره ها رو میذاری ABCD، یعنی به گره ها رو نامگذاری میکنی. گره ها رو چی میذاری؟ A B C D و الی آخر. پس گره ها رو چی میذاری؟ A B C D و الی آخر. گره ها رو پیدا میکنی، نامگذاری میکنی، بعد مدار ساده میکنی. خیلی راحت مدار رو بذار اینجوری ساده کردن مدار. خب این یعنی چی؟ الان من بهتون یه مثال بزنم. اولا گره یعنی چی؟ این کلمه گره یعنی چی؟ ببینید این مدار شاخه داره دیگه. به اینا میگم مثلا این فرض کن یه مقاومته، اینم فرض کن یه مقاومته، این شکلی وصل میشه، این شکلی. خب این شاخه رو نکن. هر وقت ما از سه تا، یعنی خود سه تا و بالاتر، این سه تا، به اینا میگن گره. نکنید این شکلی وصل. الان این وسطی گره است. بذار با رنگ دیگه نشونش بدم. این گره است، این گره است. یعنی الان تو این مدار، تو اینجا کدوم گره است؟ این گره است. درسته؟ چرا؟ چون از سه تا به بالای دیگه. الان نگاه کن این سه تا شاخه داره. 1 2 3. پس این گره محسوب میشه. پس اول گره ها رو مشخص میکنی، بعد نامگذاری میکنی، بعد مدار رو ساده میکنی و بعد چه اتفاقی میفته؟ محاسبه مقاومت معادل. تو همه معادله، تو همه مدارا میتونی این ترکیب رو به کار ببری. حالا برای بیا اول اینو بهت بگم. اول یه مدار ساده برات بکشم، با یه مثال خیلی کوچیک و کوتاه برات بزنم. فرض کن همچین مداری ما داریم. این ور رو میذارم A، این ور رو میذارم B، یعنی این نقطه A، این نقطه B. این مقاومت رو میذارم 6، این مقاومت رو میذارم 3، این مقاومت رو میذارم 2. میگه مقاومت اینو به دست بیار. خب من چیکار میکنم؟ اول میام گره‌هامو پیدا میکنم. میگم آقا اینجا دو تا گره دارم، یکی اینجا گره دارم، یکی اینجا گره. مفهوم گره رو که میدونیم. گره یعنی چی؟ یعنی از شاخه‌ها از 3 تا به بالا، یعنی از خود 3 و به بالا. حالا 4 5 6 همجوری الی آخر. خب الان اینجا این گره است، 3 تا شاخه به هم وصل شده. اوکی، اینم گره است، 3 تا شاخه به هم وصل شده، اینم 3 تا شاخه. خب از این گره ها پیدا کردم. میام نامگذاری میکنم. اولا خود این A، اگه اینجا A باشه به وسیله سیم دوباره وصل شده باشه، اینجا هم میشه A، چون سیم پتانسیلش یکیه، هم پتانسیل به اصطلاح. خب پس این اگه A باشه اینم A، اینم A، پس این گرم A. اوکی. B دیگه اینجا مقاومت داریم، اینجا B هست ولی دیگه تو این گره B نیست. خودت باید یه اسم بذاری، یه حروف بذار. من میذارم C. اوکی، من میذارم C. حالا دیگه ما حروفای دیگر رو پاکش میکنیم، مهم نیست برام، چون اینا گره نیستن. ما دنبال گره ها رو پیدا کنیم، دنبال گره رو پیدا میکنیم و محاسبه میکنیم. حالا میام چیکار میکنم؟ اینجا میخوام محاسبه کنم. خب میام اینجا چی میگم اول یه A دارم، یه B دارم، یه C دارم. به ترتیب نه به ترتیب که منظورم اینه که چون بین دو نقطه A و B میخواد، اول A رو مینویسی، بعد دو سر A و B رو مینویسی، وسط C رو مینویسی. تموم شد. اوکی. بعد میای میگی بین دو نقطه ها به ترتیب مقاومت ها رو میذاری. به ترتیب نشد ولی مقاومت ها رو بین دو
نقطه میذاری اینجا نقطه A، اینجا نقطه B C و اینجا نقطه B. حالا اینجا بین A و C یه دونه 6 داری، اینو یه دونه 6 میذاری، یه مقاومت 6 ohمی. بین A و C دوباره یه مقاومت 3 ohمی میذاری و بین C و B یه مقاومت 2 ohمی میذاری. اینا 2 ohمن دیگه، من واحدش حالا ننوشتم. حالا این مدار تو همینجا میتونی سادهش کنی، ولی دارم همینجوری کار رو برای توضیح میدم. این مدار خیلی آسون بود، من دوباره همین تمجیش یه جوره همین، ولی این مدار خیلی آسون بود دیگه، همین بود، همین شد، یه جوره تبدیل شد، شبیه هم شد. این مدار خیلی آسون بود، مدار پایین چون سیم اینجوری خالی از مقاومت داریم، این سیمی که توش مقاومت نداریم داریم، مقاومتی وجود نداره داریم، به خاطر همین باید نامگذاری کنیم. حالا اینجا من اسمشم بنویسم، حروف که من نوشتم باید بنویسم نامگذاری بهتر. اینجا من باید می نوشتم نامگذاری، حالا با این رنگ باید بنویسم. باید بس اینجا چی می نویسیم؟ می نویسیم نامگذاری. این از این نامگذاری که انجام دادی، یعنی با A و B C D میذاری، A B C D میذاری، گرار اول گرار تشکیل A B C D میذاری، بعد ساده میکنی و بعدم مواد معادل حساب میکنی. حالا اینجا من مواد معادلم حساب کنم. خب پس الان چی شد؟ الان 6 و 3 با هم چی شد؟ موازی شدن. بزرگه رو بنویس بالا، تقسیم بر خودش کن میشه 1، تقسیم بر 3 کن میشه 2. این شد مواد معادل این تیکه A و C. حالا مواد معادلشون رو به دست میاری، مثلا اینجا چند میشه؟ 6 تقسیم بر 3 میشه 2 دیگه، میشه 2. حالا تبدیل میشه به یه مقاومت، این میشه 2 اوم. حالا یه 2 اومی هم این ور داشتی، حالا اینا با هم چی شدن؟ اینا با هم سری شدن. حالا آره توتال چی میشه اینجا؟ میشه 2 به علاوه 2 میشه 4. خب بریم سراغ حل مثالا، حل سوالا و اینا. سوالا نسبتا سخت و نسبتا متوسط گذاشتم، حالا ببینیم سوالا چجوریه برای شما. خب بریم سراغ حل سوال. میگه در مدار شکل زیر مقاومت معادل مدار چند اوم هست. حالا چیکار میکنی؟ این ور که Aه، این ورم Bه. این سیمی که بدون مقاومته پتانسیلش یکی، یعنی A باشه، میتونی اینم A بذاری. خب این A میذارم، دوباره این سیم میاد اینجا، اینم میشه A. درسته؟ خب B چی؟ B هم این ور این همینجوری میاد این سم میرسه، این ورم B میشه. یه گره میمونه، یعنی گره ها رو اول پیدا کردی، اینجا گره بود، این ور که A خود A شد، دوباره به وسیله سیم دوباره این ور اومد خود A شد، این ورم B شد، به وسیله سیم اومد این ورم B شد. یه گره مون اینو میذاری به دلخواه C، هرچی دوست داری C میذاری، تموم شد معادل تو. حالا میای نامگذاری میکنی. میای چیکار نامگذاری که یعنی کردی، میای حالا به ترتیب حروفتو میچینی. به ترتیب یعنی چی؟ یعنی بین مقاومت A و B منظورشه معادل میخواد. پس یه طرف A یه طرف B، وسط C رو میذاری. به ترتیب مقاومت‌ها رو میذاری. حالا به ترتیب هم نذاشتی ولی مقاومت‌ها رو میذاری. یه سمت A و C، این میشه 24. A و C دوباره 12. این دفعه این مقاومت رو گذاشتم، این مقاومت هم گذاشتم. A و B میشه از اینجا تا اینجا، میشه 36. یکم بد شد. حالا B و C هم یه دونه آخر، C و B هم آخر 28. اینو میام معادل میگیری. خب 24 و 12 که چی هن؟ موازی هن. گفته بودم معادلش چی جوریه. بزرگه رو میگیری، تقسیم بر خودش 1 به 12 2 جمع 3، 24 به 3 میشه 8. یعنی مقاومت این دوتا شد 8. حالا دوباره 8 با 28 چی شد؟ متوالی شد، با هم جمع میشه. 8 و 28 رو با هم حساب کنیم میشه 36. اینم اینجا این نکته رو بگم، دو تا مقاومت ها، حالا اینم 28 با 8 شد 36 دیگه، درسته؟ خب دو تا مقاومت، یعنی اینور 36 اینورم 36، با هم چی ان؟ موازی ان. اینجا این نکته رو بگم،
تعداد مقاومت چی هست؟ تعداد مقاومت ها با هم چی هست؟ برابر. یعنی تعداد نه، یعنی مقدارشون با هم برابره. تعدادشون چند تاست؟ یکی اینجاست یکی اینجاست. میتونی یه مقاومت رو برداری مثلا 36 رو تقسیم بر تعداد کنی، یعنی 2. پس این میشه مقدار مقاومت، این میشه تعداد مقاومت. پس 36 تقسیم بر 2 میشه 12. میشه گزینه 2 رو میزنی. این برای چی بود؟ برای مقاومت های چی بود؟ موازی بود. برای سری چی جوریه؟ برای سری هم فرق نمیکنه تعداد. اگه اینا الان سری بودن، مثلا اینجا یه 36 بود، اینجا هم یه 36 دیگه بود. خب چیکار می‌کردی؟ میگفتی 2 تا مقاومت دارم، این دفعه تقسیم بر 2 نمی‌کنی، تعدادش رو ضرب می‌کنی، میشه 2 تا مقاومت 36 اومی دارم. اوکی؟ پس اگه سری بود این شکلی هم. بریم سوال بعدی. سوال بعدی چی میگه؟ میگه مقاومت مدار شکل سوال. این گزینه هم زدم دیگه، فقط این گزینه رو اشتباه نزده باشم. این میشه 12 بچه، نه این میشه 12 نمیشه، میشه 18 چون 36 اصلا 2 میشه. خب این میشه 18. بریم سوال بعدی. مقاومت معادل مدار شکل زیر بین دو نقطه A و B چند اوم است؟ خب این نقطه A گره رو مشخص میکنی، یه گره یه گره یه گره. اینور A بعد اینورم A میشه چون سیم خالی به هم وصل شده، یعنی واسه سیم خالی اینورم A نامگذاری میشه. خب اینور B اینم B، یه دونه گره میمونه، اینم C میشه. بین A و C خواسته، بعد A میشه یه طرف، B میشه طرف دیگه، یه C وسط، تموم شد. بین A و C یه مقاومت 4 داری، یه مقاومت 2 داری. بین A و C دوباره یه مقاومت 12 داری. بس اینو گذاشتم، اینم گذاشتم. بین A و B هم یه مقاومت داری، کم خیلی بد گذاشتم، حالا یه 24 داری، اینم خط میذارم. بین C و B هم دوتا مقاومت داری، یه مقاومت 40 داری، یه مقاومت چی داری؟ یه مقاومت 3 و 7 داری. این هست. حالا میخوای بیای مقاومت معادل بگیری. 4 و 2 جمعشون میشه 6. 6 با 12 چی میشه؟ سری میشه؟ نه، موازی میشه. 6 با 12 میشه موازی. میشه 12 به خودش 1 به 6 2 جمع 3 میشه 4. این ور 7 و 3 با هم چی هن؟ سری هن. میشه 10. این ور بزرگه رو میگیری 40 تقسیم بر خودش میکنی، تقسیم بر 10 بکنی میشه 4. 40 تقسیم بر 5 میشه 8. بعد 8 و 4 با هم میشن یه مقاومت 12 که با 24 چی هن؟ 12 و 24 با هم چی هن؟ موازی هن. خب این ورم خیلی راحت میگی 24 تقسیم بر خودش 1 تقسیم بر 12 2 جمع 3 24 تقسیم بر 3 میشه 8. یعنی گزینه شماره 1. این سوالم خیلی راحت بود، یعنی چیز سختی نداره. یکم سوال سخت باشه ولی سختی که میشه حل کرد، اونجوری نیست که نشه حل. سوالی که خیلی خوبه به نظر من. سوال کلید داده، مقاومت معادل خواسته. یه بار چیکار میکنی؟ سوالای کلید دار اینجا می نویسم کلید. یه بار بسته حل کن، یه بار باز حل کن. یعنی کلید باز باشه یه بار مقاومت معادلش حساب کن، یه بار بسته باشه مقاومت معادلش حساب کن. بعد میام مقاومت معادلش، حالا اینجا گفته تغییراتش چقدر، حالا چند درصد. این از این. خب میام چیکار میکنم؟ اول کلید بازه، میاد مقاومت معادل حساب میکنم. خب این ور ایه، اول گره رو مشخص کنیم. گره است، این گره است. چرا؟ ببین این خط رو میبینی، یعنی منظورم این شاخه رو میبینی. این شاخه الان یه شاخه نیست. چرا؟ چون این کلید بازه. اگه این کلید بسته بود این یه شاخه بود، میشه 4 تا شاخه. الان 3 تا شاخه است، یعنی این شاخه این شاخه و این شاخه. پس حواسم اینجا باشه.
بین اینم سه تا شاخص، پس گره است. چی؟ این گره است. این گره نیست. چرا؟ چون این الان شاخه نیست. چرا شاخه نیست؟ چون این کلید بازه جریانی ازش عبور نمی‌کنه که یه شاخه باشه. پس این شاخه نیست. پس در نهایت اصلا این گره نیست. اینم در نهایت گره است. فقط حواست باشه اینجا این سیمه، این شاخه اومده از روی اون یکی سیمه رفته، از روی این یکی رفته. اینجا باید حواست باشه. پس اینم این گره است. این که گره آه، این گره چیه؟ بیه. یه گره دیگه میمونه سی، اسمشو خودت میذاری. میخوام تو حالت کلید باز اینو بررسی کنم. میام چی میگم؟ یه طرف A، یه طرف B، طرف دیگه C. بین A و C یه مقاومت آره، بین C و B یه مقاومت آره، بین A و B هم یه مقاومت آره، بین C و B این مقاومتشو گفتم یه مقاومت آر و آره که میشه 2R. تموم شد. این حالت کلید چی بود؟ کلید باز بود. حالا کلید بسته. کلید بسته، این کلید رو انگار بستم. این A، اینم میشه A. این دفعه دیگه فرق کرد. بازم همون A و B رو میذاری، وسطش C میذاری. بین A و C دوباره یه R، بین A و C یه R دیگه این دفعه، بین C و B یه دونه R، و بین A و B یه دوتا R باید بزن، یعنی یه R این و یه R دیگه. خب یعنی شد دوتا R دیگه بین A و B. حالا بیا حسابش کن. اول کلید باز حساب میکنم، بعد کلید بسته. آره توتال رو میخوام حساب کنم. چی میگم؟ میگم دو و دو آر و آر با هم چی هن؟ موازی هن. اینجا می نویسم میشه 2R تقسیم بر 2R 1 تقسیم بر R میشه 2، یعنی میشه 2 سوم R. این برم یه R داشتم با 2 سوم R. 2 سوم R و 3 سوم R میشه چند؟ 5 سوم R. 5 سوم R هم با R باید چی میشه؟ موازی میشه. چون دوتا هم میتونی ضربشون به جمعشون استفاده کنی. میشه 5 سوم R ضرب در R تقسیم بر 5 سوم R به علاوه R. خب اینجا 3 سوم R با 5 سوم R میشه 8 سوم R. این ورم میشه 5 سوم R2. یه R با R بره، یه R میمونه. 3 با 3 بره تو مخرج میشه 5 هشتم R. این از این. بریم این رو حساب کنیم. این یکی تو حالت کلید بسته. آره توتال. آر و آر گفتم یه مقاومت داری، دو تا شاخه داری، تقسیم تعداد میکنی یه مقاومت. اینجا میشه چی؟ آر دوم. آر دوم و آر با هم چی میشه؟ اینجا با هم سری میشه دیگه. میشه آر دوم به علاوه آر میشه 2 دوم آر به علاوه 1 دوم آر میشه 3 دوم آر. اینجا میتونی آر و آر رو با هم موازی بگیری، بعد با 3 دوم آر موازیش کنی، یا میتونی همه رو یه جا انجام بدی، فرقی نمیکنه. من همه رو یه جا انجام میدم. خب یه دونه کس مینویسی، بزرگترینش 3 دوم آر دیگه میشه 1 و نیم آر، اونها میشه 1 آر. پس 3 دوم آر رو میذاری تو صورت، تو مخرج هم میشه 3 دوم آر به خودش که میشه 1، به آر میشه 3 دوم، دوباره به یه آر دیگه میشه 3 دوم. خب اینا رو تو مخرج با هم جمع میکنیم، بالا که 3 دوم آر فقط یه مخرج میمونه. 3 دوم آر با 3 دوم آر میشه 3 و 3 6، 6 دوم میشه 3، 3 و 1 هم که میشه چند؟ 4. خب این مخرج میاد تو صورت ضرب میشه 3 هشتم آر. خب ببین این اول میخواد چی؟ میخواد 3 سوال میگه چند درصد و چگونه تغییر. اول این 5 سوم آر بوده شده 5 هشتم آر بوده شده 3 هشتم آر، یعنی کاهش پیدا کرد. از اونایی که افزایش دارن خط. پس این کاهش پیدا کرد. حالا چقدر کاهش پیدا کرد؟ میای چیکار میکنی؟ میای میگی مقدار نهایی 3 هشتم
منهای مقدار اولیه 5/8. این همه آر بوده، از یه آر هم میتونی فاکتور بگیر، حالا فرقی نمیکنه. تقسیم بر میشه تغییراتش تقسیم بر مقدار اولیه. مقدار اولیه چنده؟ 5/8. چون درصد خواسته ضرب در 100 میکنه. تموم شد. این بر میشه 3/8 من 5/8 میشه -2/8 آر تقسیم بر 5/8 آر ضرب در 100. از اینجا 8 با 8 بره، آر با آر بره، میشه 100 هم میتونی با این 5 ساده کنی بشه 20، میشه -40. یعنی 40% چه اتفاق افتاده؟ کاهشی. منفی به خاطر کاهششه، این 40 هم خود 40. پس گزینه شما چی میشه؟ 4 میشه. اینم از این تست خیلی خوبی بود. بریم تست بعدی. تست بعدی هم کلید نداره. خب میگه مقاومت معادل بین دو نقطه A و B و چند اومه. خب اینجا خودش یه سی گذاشته. حالا چی؟ A این سمت اینور گره نیست. بچه میتونه گره نباشه بین دو نقطه‌ای که خودش گفته گره نیست. ایراد نداره گره نباشه. خب این A این B. اینو من میذارم A، خودش گفته اینم میذارم B. آیا این گره است؟ بیا یکم چک کن. ببین اگه تو این شاخه رو تو اگه یه شاخه ببینی، یعنی یه شاخه وجود داره، اگه این شاخه وجود داشت بله این گره است. ولی اگه این شاخه وجود نداشت یعنی این میشه دو تا شاخه این سمت اون شاخه وجود نداره و دو شاخه گره نیست. الان آیا این شاخه یه شاخه هست جریانی ازش عبور میکنه؟ اصلا این به مدار وصل نیست بچه. چون این به مدار وصل نیست اصلا جریانی ازش عبور نمیکنه، اصلا جریانی نداره، جریانش صفره. پس تو میتونی اینو خطش بزنی، یعنی اصلا وجود نداره. اینو خط میزنی و این گره محسوب نمیشه. بین A و B یه A اینجا میذاری یه B میذاری، کلا دو تا مسیر میشه، یه مسیر دو مسیر، یه شاخه دو شاخه. یکی 25 25 با هم چی میشن؟ این 25 با هم چی میشن؟ متوالی میشه، میشه 50. این ورم یه 50 داری، یعنی این سمتش یه 50، این ورم یه 50. 50 و 50 تعدادشون که مقدارشون یکیه، پس یه 50 رو میذاری تو صورت تقسیم بر چند تا شاخه داری؟ دو تا شاخه. 50 رو تقسیم بر 2 میکنی، جواب میشه 25. خیلی سوال خیلی خوبی بود، یعنی آسون بود. بریم یه سوال دیگه. این سوال از IQ گاج. بریم چی میگه این سوال؟ میگه بازم کلید داده. میگه در شکل مقابل با بستن کلید مقابل معادل نقاط A و B چند اوم تغییر میکنه. خب پس یه بار باید کلید باز عمل کنم، حساب کنم. یه بار کلید بسته، کلید باز، کلید بسته. خب اول کلید باز، این ور A، بعد این ورم میشه A. این ور دیگه نمیتونی A بذاری، این ورم میشه B. اول گره ها رو مشخص کردم، A و B رو مشخص کردم. این ور اصلا شاخه نیست، یعنی گره نیست، چون این شاخه وجود نداره. پس این گره نیست، اینم گره نیست چون این شاخه وجود نداره، این شاخه هم وجود نداره. پس این من اینجا بگم این دوتا گره نیستن چون شاخه وجود نداره. اینو این. خب میرسیم اینجا، اینو میذارم به دلخواه C. از اینم میشه C. دو تا گره بود که شد C. تموم شد. این شد کلید باز. تو حالت کلید باز چون گفته بین دو نقطه چی؟ چون گفته بین دو نقطه A و B. از یه سمت A میذارم، یه سمت B میذارم، بس اون سمتش میشه C. خب A به این ور حواست باشه، این ور یه 24 داری، این ور یه 12، اینا با هم جمع میشن، میشه A به C. حواست جمع باشه. این میشه 36. از این ور دوباره A و C، دوباره این 6 هم با هم جمع میشن. این 24 و 12 که با هم جمع شد، این 6 هم با هم جمع میشن، میشه 12. از یه مقاومت دیگه بکشم. اگه من یه مقاومت دیگه اینجا بکشم این ور میشه 12. خب A و C تموم شد. یه C و B مونده که دوتا میشه دیگه کلا، یه دونه 12، یه دونه 6. خب خیلی راحت، این دیگه خیلی راحت شد. اینو کشیدم. حالا برم سراغ کلید بسته. اینا رو پاکشون کنم.
خب این شاخه رو این کلید رو میبندم، اینجا الان A میذارم، این ور دیگه A نیست، این ورم A نیست، این ورم A نیست، این ورم یعنی B A و A دیگه این ور نیست، این ورم B نیست. پس باید اینا رو یه اسم دیگه بذارم، مثلا اینو C بذارم، اینو C، اینو D بذارم، اینو D. برای اولین باری که یه D هم وسط میاد. اوکی. خب الان اینجا 4 تا ما حرف داریم، یه A داریم، یه B. چون گفته بین A و B من دو سر رو A و B میذارم. یه C دارم، یه D. حالا C رو طرف B بذارم یا A؟ چون به طرف A نزدیک تره به سمت A میذارم. پس اینجا میشه C، اینجا D هم که به سمت B نزدیک تره. خب من A به C رو یه 12 اومی دارم، A به C رو یه 6 اومی هم دارم. خب پس من این دوتا رو خط بزنم که این دوتا رو دارم. حالا C به D، C به D یه 24 یه دونه 6، D به B یه دونش 12 یه دونه 6. خب اینا رو نوشتم. حالا بیا معادلشون حساب کنم با یه رنگ دیگه، فکر کنم بهتر باشه. خب ببینید این 12 و 36 با هم چی هن؟ موازی هن. 36 به خودش یعنی تقسیم بر خودش 1 تقسیم بر 12 3 میشه 9. 12 و 6 اینجا می نویسم 12 تقسیم بر خودش 1 تقسیم بر 6 2 جمعی 3 میشه 4. بعد 4 و 9 با هم چی هن؟ متوالی یا همون سری هم میشه. 4 و 9 رو با هم جمع میکنیم میشه 13. با هم جمع میکنیم میشه 13. خب اینو من 4 رو درست کنم. خب یه این برم یه حالا تو حالت کلید بسته دارم میگم یه 12 و 6 داری. 12 و 6 اینقدر پرتکراره، اینجا حساب کردیم، یه جای بالاتر هم فکرم حساب کردیم. 12 و 6 حالا حساب هم نکردیم دقیقی هم نیست، ولی خب 12 و 6 اینجا 4 دیگه. خب میخوام بنویسم ولی 4 میشه. 12 به خودش 1 به 4 3 جمع 4 میشه. اینجا البته بگم 12 و 6 دیگه. 12 اینجا اشتباه ننوشته باشیم، این میشه 2. 12 به 6 2 جمع 3 میشه 4. خب این ور 24 تقسیم بر خودش 1 به 6 بخوره میشه 4 میشه 24 50. 24 و 50 همون 4 و 8 هم. این برم 12 و 6 بازم 12 و 6 که بازم میشه 4. 12 به خودش 1 به 6 2 جمع 3 میشه 4. اینا رو با هم جمع کنم آره توتال چی میشه؟ 4 و 4 که میشه 8 8 و 4 میشه 12 و 8. خب چقدر تغییرات داشتیم ما؟ از 13 رسیدیم به 12 و 8 نگفتش کاهش و افزایش، فقط گفته چقدر تغییراتشو بگو. ما 2 تغییرات داشتیم. بریم سوال بعدی. فکر کنم 2 تا سوال دیگه مونده. 7 تا سوال گذاشتم. بریم این سوال. موقع معادل بین نقطه A و B رو میگه حساب کن. این ور A این ورم B. اینجا با یه مفهومی ما آشنا میشیم. الان بهتون میگم. این ورم که A این ور A بس این ورم B بس من میتونم اینو بذارم C، اینو بذارم D و اینو بذارم E. این ور یه گره میمونه چون این سیمه میتونی از این طریق بیای این ورم بذاری D. اوکی. حالا دو سر یه مقاومت رو D گرفته، یعنی دو سر رو یه اسم گرفته. این میشه مفهوم اتصال کوتاه. اتصال کوتاه. هر موقع دو سر یه مقاومت یه اسم نامگذاری بشه میتونی اینو این مقاومت حذف میکنی چون میشه اتصال کوتاه. پس این مقاومت حذف میشه. وقتی این مقاومت حذف بشه شاخش کلا از بین میره. شاخش از بین بره دیگه ما این دیو میبینیم یا نمیبینیم؟ بازم میبینیم. چرا؟ چون این شاخه حذف بشه فرض کن یه شاخه دو شاخه سه شاخه میمونه، بس این بازم گره است. حالا یه چیز دیگه، دو سر این مقاومت هم هست. دو سر این مقاومت 8 و 4 و 4 درسته؟ دو سر این مقاومت 8 و 4 4 هم هست. پس این مقاومت هم اتصال کوتاه میشن و حذف میشن. یعنی 8 و 4 و 4 با هم جمع کنیم میشه چند؟ میشه 16. 16 هم حذف میشه. آیا دیگه حالا این دی گره است؟ یعنی میتونی دی بذاری اسمشو گره است که اسمشو بذاری؟ نه، چون این شاخه هم حذف شد این دیگه گره نیست. پس میتونی تو این دیو
ورداری، چون دیگه این گره محسوب نمیشه، چون میشه شاخه دیگه گره نیست، این میشه کلا دو تا شاخه هم که ما میگیم گره نیست. خب میام چیکار میکنم؟ میام اینجا یه سمتو با چی بذارم، یه سمتو چی؟ یه سمتو A بذارم، یه سمتو B. بذارم با یه رنگی، یه مثلا یه سمتو A باید بذارم، یه سمتو B. اونی که به A نزدیکتره C دیگه، پس اون سمتو میذارم C و اون یکی رو میذارم E. خب A به C یه مقاومت 4، C به E یه مقاومت، البته C به E 2 تا مقاومت میشه دیگه، این 8 و این 4 با هم جمع میشن 12 و 6 با هم میشه، پس اینجا 2 تا مقاومت میشه، یه مقاومت اینجا هم یه مقاومت اینجا یه مقاومت اینجا هم چی میشه؟ اینجا میشه 4. حالا اینو دیگه خیلی راحته، آره توتال بخوای به آره معادل هم بشه، آره توتال با EQ هم نشون میدن بعضی موقع، حالا بعضی موقع نه بیشتر موقع من آره توتال نشون میدم، تو کتابا اکثرا با EQ نشون میدن، اصلش با EQ، حالا من دیگه با آره توتال نشون میدم. ببین 4 و 4 با هم چی هست؟ میشه 8. بله مقاومت معادل 12 8 که با هم موازیان چی میشه؟ اینجا می نویسم 12 به تقسیم بر خودش که 1 تقسیم بر 8. 12 به 8 دوتاشون رو میتونی به 4 بزنی، میشه 3 دوم، میشه 3 دوم. این ور 2 دوم و 3 دوم، این ور این که 12 این ور 2 دوم و 3 دوم میشه 5 دوم. خب تو اینجا چیکار میتونی بکنی؟ دور در دور نزدیک در نزدیک، خیلی راحت اینو ببریم اون سر، میشه چند؟ 24 پنجم. 24 پنجم همون 4 و 8 هم. البته بگم ما اینجا هشت و 4 اینجا شد 12، اینجا 12 نوشتم 12، اینجا من اشتباهی 8 نوشتم، اینجا 6 باید می نوشتم، حواسم نبود. میشه 12 تقسیم بر خودش میشه 1 تقسیم بر 6 میشه 2 جمع 3 میشه 4. 4 و 8 هم اینجا میشه با هم 12، این معادل شده 12 گذاشتیم شماره 4. و آخرین سوال میگه معادله بین دو نقطه A و B رو حساب کن. خب این نقطه من گره ها رو اول مشخص کنم، این گره این گره این گره اینم گره، این که A اینم B. خب اول این گره هست، ببین ما اول فرض کردیم این گره هست. خب ببین این یه شاخه است، این یه شاخه است، آیا این شاخه است؟ این شاخه نیست. چرا؟ این دوتا شاخه نیست. چرا؟ چون جریان نره. مثل اون سوالای یه سوال بود بالا بود، یکی دو سوال بالا هست تمرین سوالی بود که اینا میشن شاخه نیستن، به خاطر همین اینا گره محسوب نمیشه. اوکی پس اینا یه شاخه معمولی و گره نیستن. این چی؟ این گره هست یا نه؟ اینی که بذار من با یه رنگ دیگه این گره هست. چرا؟ چون اگه اینم حذف کنی بازم میشه 3 تا شاخه. 3 تا شاخه گره هست. این 4 تا شاخه فرض کردیم هست ولی نبود، 3 تا شاخه بود. پس این گره هست و اسمشو میذارم C. حالا میام به ترتیب A B وسطم C. بین A و C یه 3 و 3 داریم اینور، یه 3 و 3 اینور داریم که میشه 6. یه 3 و 3 6، یه دونه هم 6 تای دیگه داشتیم که میشد اینم یه 6. بین C و B هم یه 3. بین A و B هم یه دونه مقاومت 3 اوم. این دیگه خیلی آسون شد، فقط باید لازم حسابش. من با آبی می نویسم آره T، آره مقاومت معادل. 6 و 6 گفتیم با هم چی هن؟ اولا موازی هن، به خاطر یه دونش تقسیم تعداد 2، 6 به 2 3. بعد این 3 و این 3 با هم چی میشن؟ اینجوری میشن دیگه 3 3 که با این 3 چیه؟ موازیه. این 3 این 3 این هم 3، این دوتا با هم میشن 6. 6 و 3 بعد با هم چی میشن؟ الان این شکلی شد، یه 6 اومی دارم یه 3 اومی دارم، یه 6 یه 3، این دوتا با هم چی هن؟ موازی هن. 6 به خودش یه مرتبه
به 3 2 جمعش 3 6 به 3 میشه 2. این گزینه شماره 3. این بود از این سوال. موفق باشید.